خود تاریخ را انسان ها می آفرند. در طول تاریخ یا مسیر تاریخ انسان هایی هستند که در دولت و دولتداری و پابرجا بودن ملت و خلق و تمدن و دولت نقش می آفرند. از آن جمله به شک و شبهه از این گونه انسانیت ها عمل های نجیب، کارهایی که عالم شمول یعنی که خاطرمان به وجود می آید. از آن جمله ما شاهد آن هستیم که از طرف پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیوسته از آنی که در پابرجا بودن ملت و دولتداری صاحب استقلالی تاجیکستان ما نقش مهم را پایگزین هستند یا گذاشتند و گذاشته ایستادند. باز یک عمل خوب، یک پدیده خوب، یک عمل جوانمردانه، خردمندانه، تاجیکانه، عنعنه های اجدادی ما که حلقه به حلقه به هم می آید در پیشوای معظم ملت ما بارها دیده شدن. یک واقعه این هم باشد پاس گذاشتن ابرمردان، قهرمانان، شخصیت هایی که در هر در و زمان سهم خود را گذاشته بودند. به شک و شبهه خصلت یا عملی جوانمردانه، خردمندانه است که قهرمانای تاجیکستان نصرت الله مخزوم، شیرین شاه، شاه تیمور، نثار محمد که در سال 1937 در نتیجه تهمت از طرف همون وقت مقامات ها به قتل رسانیده شده بودند، گرچند این شخصیت ها برای ملت تاجیک همچون پابرجا ماندن تاجیک و تاجیکستان خدمت کرده بودند، لیکن به قتل رسانده شده بودند. این را بینید که امروز در طول مسیر تاریخ یگان عمل نیک فراموش نمی شود. از آن جمله خاصتا در دوران صاحب استقلالی پیشوای معظم ملت نیک بین هستند، دوربین هستند، معارف پرور هستند. تاریخ و تمدن ملت تاجیک را اینقدر پافشاری، اینقدر پشتیبانی میکنند و ارجگذاری میکنند. از همان خاکجای آنها کف خاکی را آورده در آرامگاه لوچاب در شهر دوشنبه با اشتراک پیوندان و خویشاوندان همین قهرمانان دفن کردن. این عملی نجیب است، زیرا این حلقه پیوند امروزی که کاری میکنیم خاصتا پیشوای معظم ملت می نمایند برای امروزه جوانان نمونه عبرتی به همتا است، زیرا یگان وقت عمل نیک از بین نمی رود. میگویند در تاریخ که قهرمانی بزرگ است همانی که عملهای نیکی را به انجام می رساند. این قهرمانی بزرگ است و هیچ وقت نیکی، نکوکاری، متانت، دلیری، مردانگی، شجاعت فراموش نخواهد شد.